بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحابته و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. همچنان از خلال آیاتی از سوره مبارکه البقره. امروز به حول قوه الهی آیات 14 15 و 16 این سوره مبارکه را با هم ابتدا میشنویم و سپس به سراغ تفسیر و شرح و مفاهیم اون میریم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. پس موضوع درس ما تفسیر آیات 14 تا 16 سوره مبارکه از بقره است که آیات باز هم با یک ندای و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون شروع میشه و در دو آیه دیگر خداوند یک پاسخ دندان شکن به اینها داره و سپس اونها را چنین انسانهایی معرفی میکنه که تجاری هستند که بسیار شکست خورده و هیچ نفع و سودی از تجارتشون نخواهند برد، همچنان که اهل هدایت در دنیا نخواهند بود. محورهای درس ما امروز شامل این مسائل خواهد بود. تلاوت آیات را شنیدیم، معانی کلمات و مفاهیم لغوی که در آیات نهفته است رو بحث میکنیم، سپس میریم سر ترجمه آیات و از اون پس شرح و تفسیر از این آیات خواهیم داشت و در آخر و در نهایت نکات و درس‌های آموزنده. اما ابتدا معانی کلمات و مفاهیم لغوی آن. خداوند عزوجل باز هم با و اذا، هنگامی که، زمانی که آغاز کرد، هنگامی که یک مورد دیگر از مواردی که منافقین در اونجا رسوم خواهند شد و نشون میدن که نفاق دارن بازی میکنن، اون زمانی است که با مؤمنین طوری برخورد میکنن، با کفار طوری دیگه. و اذا لقوا الذين آمنوا، و لقوا یعنی ملاقات کردن، برخورد کردن، دیدار نمودن، یعنی مقابل یکدیگر قرار گرفتن. الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردند یا همون مؤمنان. قالوا، میگویند، یعنی منافقین دارن میگن، در اینجا از روی تظاهر و نفاق میگن، میگویند آمنا، یعنی چی؟ ما ایمان آوردیم، ما مؤمن هستیم. و اذا خلو، و خلو یعنی چی؟ یعنی خلوت کردن، به خلوت نشستن. و میدونید که خلوت نشستن حتما به هدف و در پی پنهان کردن کاری است از دیگران، یعنی با هدف این نشست صورت گرفته. و الی، وقتی فرمود که و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم، معناش اینه که این نشستن و این خلوت با بزرگان و رؤسا به قصد هدفی است که میاد. شیاطینهم یعنی شیطانهایشان، و منظور از شیطان در اینجا یعنی بزرگان و رؤسایشون، حالا چه از خود جنس منافقان باشن، بزرگان منافقین، یا بعضی‌ها تعبیر کردن به یهودیان که فکر نفاق را برای اینها القا می‌کردن یا در چگونه برخورد کردن در جامعه اسلامی به اونها می‌فهموندن، یا همچنین از بزرگان اهل شرک. و همه اینها صادقه. هر کس که با دیگری ولا داشته باشه، اونی که بهش دستور میده و پیشنهاد میده و راهنماییش میکنه در این راه شیطانیش میشه
رئیسش و بزرگش. و اصل شیطان یعنی هر انسانی که از خیر دور باشه و به شر نزدیک. و انا یعنی همانا ما، پس برای تأکیده انا یعنی همانا ما، معکم یعنی با شماییم. و در اینجا منظور اینه که ما در فکر و عقیده، در راه کفر و الحاد، در نفاق و اون چیزی که شما هستید با شماییم. انما یعنی همانا یا به معنای فقط، برای حصر موضوع است و انحصار کردن موضوع است. نحن یعنی ما، مستهزئون یعنی استهزا کنندگانیم، مسخره کنندگانیم. و یستهزئ یعنی به استهزا میگیرد، بهم یعنی به ایشان یا ایشان را. و یمدهم یعنی وقت و مهلت به ایشان میده. از مد گرفته شده یعنی طولانی کردن و منظور اینه که زیاد کردن و کشیدن و طولانی کردن اون مدت برای اینکه بیشتر در کفر و ضلالت و معصیت بمانند. طغیانهم و معنای طغیانهم یعنی طغیانشان. اصل طغیان هم یا گفته شده تجاوز حد و مرز، از حد اعتدال، از حد وسط. وقتی چیزی گذشت میگن طغیان کرده. در قرآن میخوانیم که طغى الماء. طغى الماء یعنی چی؟ یعنی سرریز کرد یا طغیان کرد یا به صورت سیلاب در اومد که دیگه دنیا را پر حساب کرد و باعث دردسر دیگران شد. یا درباره فرعون میخوانیم که انه طغى یعنی فرعون با ادعای خدایی از حد و حدود نافرمانی گذشت و زیاده روی کرد. یعمهون یعنی حیران و سرگردانند، فعل هست، حیران و سرگردانند. و اصل کلمش از اعمه گرفته شده یعنی کوری چشم یا چشم بصیرت. همچنان که اعما با یا عمیه میگن که کوری چشم عین هست، چشم دیدن. وقتی اعمه شد میشه کوری چشم بصیرت. یعمهون پس چشم بصیرتشون کوره، پس در دلالت و گمراهیشون چی هستن؟ حیران و سرگردانن. اولئک منظورش آنهاست که منظور منافقین هست. اشتروا الضلالة بالهدى. اولئک یعنی اینها یا اونها که اشاره به دور هست. اولئک هم اینها هستند، منافقین هستند که اشتروا یعنی فروختند. و اشترا کلمه است مشترک بین خرید و فروش، خرید و فروش، و در اصل به معنای تبدیل کالاست و به معنای خریدار و هم به معنای فروشنده استفاده میشه. اشترا یعنی هم خرید هم فروخت. پس بنابراین آنچه که بیشتر متداول است به معنای مشتری یعنی خریدار استفاده میشه و در اصل لغت عربی و در فرهنگ قرآنی و فرهنگ نامه لغت قرآن به هر دو معنا اطلاق شده، هم به معنای خرید هم به معنای فروش. و اینجا چون منافقین کالایی را دارن عوض میکنند، ایمانشون رو اونچه که در ظاهر گفتند عوض میکنند به کفر، پس بنابراین به عنوان مثل فروشندگانی هستند که ایمانشون را به کفر فروختند. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. الضلاله از ضل گرفته شده، بس به معنای ضلالت و گمراهی، چیزی که مشهور است به معنای انحراف از راه حقیقت و در اصل به معنای حیرت سرگردانی است. همچنان که در قرآن هم به این معنا اشاره شده که اذا ضللنا فی الارض، یعنی گم شدیم، سرگردان شدیم، حیران شدیم. و یا به معنای مردن هم استفاده شده در همین آیه که به معنای انسانی است که وقتی که نابود شد مثل که سرگردان و از بین رفته. پس بنابراین از آنجایی که منافق راه ثابتی نداره و برای زندگیش راه ثابتی انتخاب نکرده و بین ایمان و کفر سرگردان و حیران زده است، پس بنابراین ضال و گمراه است و بی مقصد و بی هدف در زندگی خودش مبهوت مونده، همچنان که به معنای فراموشی و هلاکت نیز استفاده شده است. بالهدا، وقتی که بالهدا میخوانیم اشتروا الضلالة بالهدا،
یعنی بجا، با برای اینجا برای تعویض هست و با رستگاری و هدایت، یعنی گمراهی را به جای هدایت خریدند یا فروختند، هر دو معنا میده. و در اصل لغت هدا در قرآن کریم به معنای راهنمایی با لطف و عنایت است و نشانه رحمت و محبت خداونده. و چون الله سبحانه و تعالی بندگانش را دوست داره و راه طاعت و بندگیش هم را با لطف و عنایت و خوبی نشونش میده تا اینکه این راه را بپذیرند. دقیقاً مثل هدیه‌ای که تقدیم کننده آن، مقدم و تقدیم کننده هدیه، سعی میکنه با اون کادوش را در اوج لطف و مرحمت تقدیم بکنه به طرفی که دوستش داره تا اینکه مورد قبول قرار بگیره و از اون تشکر و سپاسگزاری بشه. فما ربحت تجارتهم، یعنی اون تجارتشون سودی نداد، فایده‌ای نداشت. و در اصل فایده و سود مال کاسبه، ولی مال را به مالش تعلق گرفت به خاطر اینکه سبب و وسیله چیه؟ کسب و تجارته. و در لغات عرب تجارت و کسب کاسب نسبت داده میشه و این در علم معانی به نام اسناد مجازی معروفه که اهمیت کار را میرسونه. فما ربحت تجارتهم، نگفت خودشون فایده نکردن، بلکه گفت که تجارتشون فایده نداد. منافقین چون در عملکردشون بی سود و بی فایده بیرون میرن، چیزی مفید دست پیدا نمیکنن، مثل اینکه کارشون چیه؟ بیهوده و تجارتشون بی فایده و زیان آور است. و تجارتهم به معنای تجارتشان که همون کار منافقینه در انتخاب به راه کفر و نفاق به جای ایمان و اسلام که یک نوع تجارت زیانبار معرفی شده. و ما کانوا مهتدین، و هدایت شدگان نبودند، یعنی هدایت شدگان و رستگاران. مهتدین از همون کلمه هدایت گرفته شده، پس به معنای هدایت شدگان و رستگاران. ببینید منافق وقتی درو بازی میکنه، نه آخرت را داره نه دنیا را. در دنیا اهل هدایت نیست، در آخرت هم چی؟ اهل سودی نیست، یعنی هیچ فایده‌ای نداره براش، نمیتونه از جهنم نجات پیدا بکنه. همان کسانی که در راه معروف و شناخته شده به سوی مقصد با علاقه و امید حرکت میکنن، بیشتر انسان‌هایی چی هستن؟ هدایت شده هستن. مؤمن همیشه همینطوره، اسلام را دانسته انتخاب میکنه و با امید به رضای الله و بهشت برین و جاویدان راه اطاعت بندگی رو ادامه میده. ترجمه این آیات 14 15 و 16 را با توجه به اون چیزی که در این آیات با هم دیگه گذراندیم از نظر معانی لغوی اون، میتونه به حول قبیلایی معناش این باشه: هنگامی که منافقین با مؤمنین ملاقات میکنند، میگویند، یعنی از روی تظاهر و فریبکاری، ما ایمان آورده ایم. و هنگامی که با رؤسایشان، یعنی بزرگان شیطان صفتشان مینشینند، میگویند ما در راه کفر با شماییم و مؤمنین را به مسخره گرفته ایم و آنها را شوخی میکنیم. آیه بعدش میفرماید الله یستهزئ بهم، یعنی الله سبحانه و تعالی ایشان را به مسخره میگیرد و آنان را به حال خودشون رها میکنه، مهلتشون میده تا اینکه کورکورانه به طغیان سرکشی خودشون ادامه دهند. اینها در آیه بعدش، اینها کسانی هستند، اولئک الذین اشتروا، اینها کسانی هستند که دین را به بهای بی ارزش ضلالت فروختند، یعنی عوض کردند، پس تجارتشون هیچ سودی نداشت و نه هم ایشان هدایت شدگانند. این معنای ترجمه و تحت لفظی عبارت این سایه است. بریم سر شرح و تفسیر این آیات. کتاب الله کتاب الله. در این آیات الله سبحانه و تعالی بار دیگر یکی از کارهای زشت منافقین و برخوردهای فریبکارانه‌شون رو به نمایش میگذاره و حقیقتشون رو برملا و تینت و باطن پلیدشون رو برای اهل قرآن آشکار میسازد. بیان زیبای قرآن به عبارتی است که حقا نمیتوان آن را چنان که ادبیات زبان قرآنی و عربی گویاست مطرح کرد
ولی سعی ما و تلاشمون در اینه که آن روح بیانی و خطاب قرآنی رو تا حد امکان زنده نگه داریم. در این 3 آیه الله سبحانه و تعالی از ملاقات و برخورد منافقین با اهل ایمان سخن میگویند که چگونه منافقین برای تظاهر و نفاق و استهزاء و مسخره گرفتن مؤمنین، همین که به اونها رسیدند و ملاقاتشون کردند، ادعای ایمان میکنند، همین که با برادران و خود را برادران ایمانی معرفی میکنند تا بتوانند مقاصد و منافع پست خودشون برسند. ولی حالان که همین انسان ها وقتی با بزرگان و رؤسای شیطان صفتشون خلوت کردن، کار مؤمنین رو و برخوردشون با اهل ایمان رو میان به شوخی میگیرند و اونها را یک نوع استهزاء قلمداد میکنند و ولا و دوستی خودشون را با بزرگانشون اعلام میدارند. جالب اینجاست بدونیم که منافقین بدون قصد در اماکن عمومی و مجالس محافل عام مجبور به ابراز ایمان خودشون میشن، مؤمنین را ملاقات میکنن. مثلا چون هر کس که ادعای ایمان کرد در جامعه اسلامی، خب باید در جمع مسلمانان هم حاضر بشه، در نمازهای جماعتشون، نماز عیدشون، در هنگامی که تجمع عمومی است باید اظهار وجود کنه. اما مسلما در همچون مواردی هر کس شرکت میکنه. اونجاست که میشه گفت بله ما هم مؤمنیم مثل شما، همچون حرفایی میزنند و هرگز به قصد دیدار با اهل ایمان خلوت نمی کنند. یعنی نشده که یکی از صفات بد منافقین اینه که نمیرن با مؤمنین بشینند، بلکه ملاقات میکنند. ملاقات انسان باید ممکنه در جامعه با همه گونه انسان رفت آمد داشته باشه و ملاقات بکنه، خواسته یا ناخواسته. پس بنابراین به محض اینکه انسان ملاقات میکنه نشانه صداقت و دوستی و الفت و انس نیست. این تعبیر زیبایی که قرآن به کار برده برای منافقین، و اذا لقوا الذین آمنوا، یعنی منافقین در پی همنشینی و هم صحبت شدن با مؤمنین بر نمیان، بلکه برخورد میکنن باشون، در حالی که در برعکسش در مورد بزرگان خودشون بهشون گفت که چی؟ و اذا خلوا الی شیاطینهم، معناش اینه که به قصد و تعمد و در پی برنامه و هدفی میرن میشینن با بزرگانشون تا اینکه معذرت میخوام ولا و دوستی خودشون را با اون بزرگان شیطان صفت اعلام بکنن، ازشون همکاری بخوان. این است که وقتی این بازی را میبینیم میدونیم که منافق چقدر بزدل و ترسوست و مصلحت طلبه که همیشه میخواد اون چیزی که دوست نداره از نظر دیگران پنهان نگه میداره. و قالو 2 بار در این آیه تکرار شده، مسلما در این 2 بار یکسان نیست. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا و اذا خلا الی شیاطینهم قالوا. هر 2 بار دارن منافقان میگن، ولی بار اول از روی تظاهر و فریبکاری و خداع و حیله است و مسخره و شوخی است. بار دوم از روی چیه؟ ولا و دوستی و اظهار محبته. در آیه از کسانی که رهبریت منافقین و سلطه فکری آنها را اداره می کنند به نام شیاطین نام برده شد و این دلالت بر خبث و پلیدی این انسان ها داره. کسانی که سعی می کنند در جامعه با رهبریت شبهات و افکار بد جامعه را رهبریت کنند شیطان صفت هستند. الله نیز پاسخ کار زشت این منافقان را از جنس کارشان میدهد که کما تدین و تدان. به اونا گفت که خدا ازتون مسخره میکنه. چگونه؟ شاید بعضی از مفسرین نازیبا دیدند که این صفت را به خداوند نسبت الله یستهزئ بهم، ولی در واقع این پاداش کارشونه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هر کی راه یک اشتباهی را در پیش بگیره خداوند فراهم میکنه زمینه را براش و این یک نوع استهزاء و مسخره است. زمانی که آنها به خودشان واگذارشون میکنه تا در راه کفر و نفاق کورکورانه پیش برن و هر از چند مدت آنها را رسوا میکنه و چهره زشتشان را نمایان میکنه و دست آلوده فسادشان را در جامعه رو میکنه
پس بنابراین این یک نوع چیه؟ استهزاء و مسخره الهی برای منافقینه. گفته شده که از نظر لغوی الله یستهزئ بهم، صیغه فعلیه کیفر در مجازات و تعذیب از صیغه اسمیه آن قوی تره. چرا؟ چون وقتی که حالت استمراریت مدام پیدا کرد از صیغه اسمیه، اونجا دیگه کسی که تحت استهزاء قرار میگیرد به حقیقت پی میبره و خودشو با اون حالت وفق میده و سعی میکنه که خودشو نبازه، در حالی که اگر حالت فعلیه مستمر ولی متقطع پیدا کرد، الله یستهزئ بهم، یعنی گهگاهی از اونها چیکار میکنه؟ همینطور اونها را به شوخی و مسخره میگیره و زمینه کیفر اونها را فراهم میکنه، دیگه نمیتونه خودش رو وفق بده و نمیدونه این عذاب و این استهزاء و این مسخره کی به سراغش میاد و کی رسوا میشه و آمادگی به افتادن خودش با اون وضعیت برای مجرم فراهم نمیشه. ولذا فرمود الله یستهزئ بهم. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. و نیز به تأخیر انداختن کیفرشان جرمشان را سنگین‌تر میکنه، همچنان که خداوند عزوجل فرمود انما نملی لهم لیزدادوا اثما. نملی لهم یعنی ما مهلتشون میدیم، طولانی میکنیم واسه شون تا اینکه گناهشون بیشتر و سنگین‌تر بشه. ابن جریر طبری شیخ مفسرین رحمت الله علیه میفرماید در زلالت کفرشان که در آن غرق شده بودند با شک و دودلی حیران سرگردان بودند و راهی برای نجات از آن نمی‌یافتند. نیز ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد اشتروا الضلاله بالهدى فرمودند که کفر را با ایمان عوض کردند، یعنی ضلالت را کفر و هدی را ایمان معرفی کرد، تفسیر کرده. ابن جریر رحمت الله علیه بار دیگر از ابن مسعود این گونه تفسیر آورده که فرمود اخذ الکفر و ترک الهدى، یعنی اشترا به معنای این که کفر را گرفتند و انتخاب کردند و ایمان را رها کردند، هدایتی که خداوند واسه فرستاده با قرآن رها کردند. نیز ابن جریر و ابن ابی حاتم از مجاهد رحمت الله علیه، هم یکی از بزرگان ائمه بزرگوار عصر تابعین در تفسیر قرآن کریم، فرمودند که آمنو ثم کفروا، اینا کسانی بودند که ابتدا ایمان آوردند، گفتند ما مؤمنیم ولی سپس کافر شدند. نیز ابن جریر و ابن ابی حاتم از قتاده، یکی دیگر از ائمه بزرگوار عصر تابعین در علم تفسیر، که فرمود اونها گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند و سپس فرمود که به خدا سوگند آنها را میبینی که از هدایت به سوی گمراهی فرار میکنند، خارج میشن و از جماعت به سوی فرقه و تفرقه و از امر به سوی ترس و وحشت و از سنت به سوی بدعت. این صفت منافقانه. جالب اینجاست بدانیم که منافقین اصناف متعددی بودند، کسانی که به زبان ایمان آوردند و به قلبشان کافر بودند. این گروه دوم کسانی که ایمان آوردند و سپس کافر شدند و گروه سوم کسانی که در پذیرفتن اسلام متردد بودند و چهارم کسانی که در اوج نفاق بودند. درس ها و نکات آموزنده است که سعی میکنیم خیلی فشرده و سریع از اون بگذریم. منافقین با زبان ادعای ایمان میکنند، میگوین قالوا آمنا، حالا که بزرگانشان میگیم ما با شماییم، یعنی اعلام دوستی و همکاری میکنند. دو، منافقین بر حذر داشتن از افعال و کردار زشت منافقین و برخورد با مردم از روی دوگانگی و درویی. خداوند میخواد این گونه نباشیم. سوم، از میان مردم کسانی هستند که شیطان صفتند و دیگران را نسبت به دینشان در شک و تردید انداخته و مؤمنین را استهزاء و مسخره میگیرند. چهارم، الله سبحانه و تعالی بسیار صاحب لطف و رحمت بیزگران است و در عین حال از کسانی که دین را به شوخی و مسخره بگیرند و با آرمانها و ارزشهای دینی بازی کنند انتقام میگیرد و هر کس را به سزای کردارش میرساند. درس پنجم اینه که منافقین منفور و بی ارزشند و لذا با اینکه نزدیکند
و در کنار مؤمنان زندگی میکنند، ولی با اشاره دور به اونها خطاب شد. فرمود اولئک، یعنی همانها، از آنها یاد شد تا از آنها اعلام براءت و انزجار بشه. منافقین با میل و رغبت به کفر و زندقه و نفاق رو می آورند، همچنان که مشتری با علاقه به سوی کالای مورد نیازش می رود و این را از لفظ اشترا و ضلاله می فهمیم. و این مبلغ آخرین درسی بود که در این موضوع سعی کردیم خلاصه کنیم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. این سه آیه از قرآن کریم 14، 15 و 16 مبحث جدیدی را از منافقین باز کرد و اون اسلوب برخوردشون با گروه اهل ایمان و با دوستداران خودشون از اهل کفر و نفاق، شیطان صفتانی که به اونها ختم می‌دادند و خداوند عزوجل اونها را هم در دنیا به عنوان گمراهان معرفی کرد، هم در آخرت به عنوان انسان‌های بی سود و بی فایده، یعنی نمیتونن خودشون را از آتش جهنم نجات بدن. انشالله که از این گروه نباشیم و این گروه را بشناسیم و صفات زشت اونها بپرهیزیم. خداوند یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله